پیامبر صلی الله علیه وسلم 1400 سال پیش آیه در قرآن هست که میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی قدرت هست در مقابل اونها بگیرید. پیامبر قوت رو تفسیر کرد 1400 خورده سال پیش، 3 بار تاکید کرد، گفت الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی. قدرت، بر بگردید به قرآن. قرآن همش چه؟ بحث کتاب ملایی نیست. 3 بار میگه قوت یعنی پرتاب، قوت یعنی پرتاب، قوت یعنی پرتاب. امروز ما میدونیم تأثیر پرتاب یعنی چی. امروز جنگ پرتابه، امروز جنگ رسانه هاست. رسانه بگه پرتاب نیست. تو اون گوشه دنیا نشسته کلمه داره پرت میکنه. جنگ رسانه هاست دیگه. مگه ماهواره پرت نشده تو هوا؟ جنگ پرتابه. میگه موشک های قاره پیما نیست. جنگ پرتابه. تو اینجا داری صحبت میکنی کلامت پرتاب میشه، اون گوشی دنیا صحبت میکنه اینجا میرسه. قرآن رو گرفتن بردن سر قبر، یه کپری میزنن، کسی مرد قرآن بیان باز بکنن بخونه. چقدر توهین داریم به قرآن میکنیم. قرآن کتاب مدرن نیست که همیشه تازه است و همیشه به روزه. سوره الرحمن امشب نخوندن؟ یک آیه در سوره الرحمن هست. قرآن کتاب ثواب نیست. از زمانی که مسلمانان قرآن رو به خاطر ثواب تلاوت کردن، نه به خاطر تدبر و تفهم و تفقه و درک و فهم و شعور و بهینه ساختن زندگیشون و به روز حرکت کردن با قرآن، بدبخت شدن. درسته قرآن تعبده، هر حرفی 10 حسنه. یک ختم قرآن 3,210,000 حسنه داره. ولی اون طرفش هم هست، تلاوت حکمی هم هست، تلاوت لفظی داریم. تو سوره الرحمن همین امشب خون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. نبود دیگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این 2 تا آیه تو سوره الرحمن بود. ای معشر انس و جن، ای جماعت انس و جن، اگر میتونید به اطراف زمین و آسمان دسترسی پیدا بکنید بفرمایید، ولی هرگز نخواهید توانست مسلط بشید به کل اطراف و اکناف زمین و آسمان مگر با سلطان. همه علما اجماع کردن که منظور از سلطان عقل و فکره. این فکره که انسانو توانمند ساخته که از ماهی که کارش شنا کردن بهتر شنا بکنه، قویتر شنا بکنه، طولانیتر شنا بکنه. این فکره و سلطان و قدرت فکره که انسان بتونه از پرنده که کارش پرواز کردنه بهتر، بلندتر، قویتر، طولانیتر چه پرواز بکنه. شما یک پرنده دیدید که تو یک 20,000 پا بالا بتونه پرواز بکنه؟ بیار نشونم بده. منجمد میشه، خشک میشه. ولی هواپیما داره میره، انسان داره میره 20,000 30,000 پا بالا، 15 ساعت میره. شما یک پرنده‌ای که کارش پرواز کردنه پیدا بکنید که 15 ساعت با ارتفاع 20,000 بتونه پشت سر هم چه پرواز بکنه، ولی انسان داره پرواز میکنه. شما یک ماری پیدا بکنید که چه بتونه پشت سر هم 20 ساعت با سرعت تمام بتونه روی زمین راه بره، ولی قطار داره میره. قطارهای سر داره چه که با سرعت برق داره میره. زمانی که فکر انسان فعال شد، اگر نگاه به ژاپنی بکنید این قدر، ولی قدرت فکر رو نگاه بکن. شما اگر که 500 کیلو، اصلا 500 کیلو چی؟ این میز بیا رو این بازود بگیر 20 سر پا، چقدر میتونی تا وقتی خون آمد پایین این خوش میشه دیگه، همین هم نمیتونی نگهش بداری تا چه برسه چه. ولی عقلش نگاه بکن، قدرت فکرش جرثقیل درست کرده اینطوری بلند میکنه، چند تن، 10 تن، 20 تن، 500,000 تن آهن رو آب انداخته، آهن تو هوا داره میبره. قدرت فکر رو ببین. اینا کجاست منشأش؟ یه قوم خویشی داشتیم چند سال پیش به من میگفت شیخ اگر این قرآنی که شما ادعا میکنید
همه بحث‌های پیشرفت و ترقی و تکنولوژی و علم عصر و همه درش هست. من نماز میخونم، محتاج نیست که تو نماز بخونی، تو ایراد بنی اسرائیل داری میگیری. در قرآن یک آیه هست، حالا اون آیه بعدی تو سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. میگه وقتی دو دریا به هم میریزه، وقتی دو دریا به هم میریزه، بحرین، یک برزخی بین دو لایه آب هست، حالا چه آب شیرین چه آب شور، یا آب شور و آبی که نمکش کمتره. بعضی آبها حتی تو دریا دو تا آبه کنار همه، دیوار بینشون نیست، ولی یک برزخی هست که یک لایه آبی است. سبحان الله. دانشمندان امروز تشخیص دادن، به این نتیجه رسیدن، کشف کردن که این لایه آبی هست که نمیگذاره این آب با وجودی که همه آبن بر اون آب طغیان بکنه. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، فقط یک لایه آبی بینشونه. آیه دیگه در قرآن هست، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون. خیل، اسب، بغال، حمیر، قاطر و چهارتا و الاغ و شتر و اینا خداوند به دو هدف خلقت کرده. میگه برای زینت، زیبایی، و برای نقل و انتقال. دنباله آیه خوب دقت بکنید، اکثرا جوانید، همیشه به عنوان یک کتابی که چه؟ یک کتابی که سبب عقب افتادگی ما قرآن مطرح میشه، که تعامل ما رو با قرآن ضعیف بکنن. احساس حقارت میکنیم وقتی که فقط قرآن وقتی کسی میمیره میگه اسب و شتر و قاطر و الاغ و اینا برای دو هدفه، یکی برای زینت، یکی برای نقل و انتقال. حالا دنبالش و یخلق ما لا تعلمون. خوب دقت بکنید، یخلق فعل مضارع است. فعل مضارع از آینده خبر میده و دلالت بر استمراریت میده. و یخلق در آینده و استمراریت، برید معنی فعل مضارع برای استمرار آینده است. ما لا تعلمون، در آینده خداوند جایگزین این وسایل نقلیه که این چهارپایان باشه جایگزینی میکنه که شما نمیفهمید. ای صحابه رسول الله از این آیه سوال نکردن خدایا اون ابزار نقل و انتقالی که جایگزین چهارپایانه چیه؟ چون در زمانشان نبود، لازم هم نبود سوال بکنن، اصلا چیز هم روش مترتب نبود. اون برای امروز ماست. این یخلق شامل چی میشه؟ هواپیما، قطار، کشتی، موتور، همه ابزار نقل و انتقال. و یخلق، و در آینده هم متناسب با زمان چه؟ این ابزار جابجا میشه. درباره طب، درباره نطفه، تکوین نطفه، تکوین ابر، تکوین باد. کی میدونست که انسان در 3 تاریکی است؟ قرآن گفته انسان در 3 تاریکی پشت سر هم خلق کردیم. یکی تاریکی مشیمه هست، اون کیسه آبکی است که جنین توشه. بعد رحم، تاریکی دوم بعد چکم. یا کدوم انسانی میفهمه پیامبر نرفته بود غواصی بکنه که بفهمه که موج زیر دریا داریم و موج چه روی دریا داریم؟ موج من فوقه موج، امواج درونی که چه دریا رو پاک میکنه و امواج بیرونی که این آشغالا رو میریزه بالا پرتش میکنه به ساحل. امواج بیرونی هیبت خداست. یه زمانی بچه بودیم تو مکتب خانه میخوندیم و اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت، معنیش نمیفهمیدیم. آنگاه که دریا ذوب میشه، آنگاه که دریا گداخته میشود، گرم میشود، و آنگاه که دریا منفجر میشود. اذا البحار سجرت، سجرت یعنی جوش میاد، خلخل میکنه از بس که جوش میشه. بعد که به جوش آمد و اذا البحار فجرت، منفجر میشه تو هوا. نمیشه با قدرت خدا. و ما یعلم جنود ربک الا هو. روزی که خداوند زمین رو از آسمان جدا کرد، زمین در حال لرزش بود. خداوند در حضور و انظار ملائکه کوه انداخت تو زمین. زمین آرام گرفت، لنگر شد. و الجبال اوتادا، اوتاد جمع وتده، تو سوره نبأ هست. وتد میخی که خیمه رو میکوبن که باد اونو چه نلرزونه. و الجبال اوتادا، این کوهایی که میبینید
1/3 روی زمینه، 2/3 تو لایه های زمینه که قارات رو به هم وصل کرده. و الجبال اوتادا، زمین لنگر شد. فرشتگان گفتن بارالها، از کوه مخلوقی قوی تر دارید که چطوری زمین رو لنگر کرد؟ گفت بله، از کوه قوی تر آهن دارم، پتک میزنید صخره رو تکه تکه میکنید. گفتن بارالله، از آهن موجودی قوی تر ساخته اید؟ گفت بله. آتش قوی تر از چه؟ آهنه. کارخانه ذوب آهن اصفهان، آتش آهن رو ذوب میکنه. گفتن بارالله، از آتش موجودی قوی تر ساخته اید؟ دارید در اختیار؟ گفت بله، آب. کی باور میکرد؟ به نظر شما این قوی تره؟ من اگه بزنم این انگشتم یا مشتم خونالود میشه، انگشتم خرد میشه. حالا بزنم تو آب، این قوی تره یا این صخره؟ عقل من تو میگه این قوی تره، ولی خدا میگه این قوی تره. اینا کن. گفت از آتش قوی تر آب، آتش رو خنثی میکنه. گفتن بارالله، از آب قوی تر هم دارید؟ گفت بله. باد، وقتی طوفان میاد حد قطری آب به جایی میزنه، دریا رو متلاطم میکنه، پرت میکنه به ساحل، به اون طرف به اون طرف، هر طرف که باد بچرخه. گفتن بارالله، از باد موجودی قوی تر دارید؟ گفت بله. از باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین و از همه موجودات قوی تر بنده مؤمنم هست. قدرت بنده مؤمن من که به من وصله. چرا خودمونو کم گرفتیم؟